سلام بچه ها، خیلی خوشحالیم که اینجاییم کنارتون. ساعت هم نیست، ساعت هم خوب دیگه، اشکال نداره، شما به بزرگی خودتون ببخشید. امروز اومدیم با یه ویدیوی جالب جدید و یک بار فقط این خواننده رو گوش دادی عزیزم، استوپا. همین که بنده خدا واقعا اصلا من پشمام ریخته بود آجی، گفتن فوت کرده. آره همون رپره بود، صداش اونجوری بود، وای اصلا باورم نمیشد که فوت کرده. روحش شاد باشه. و ما میخوام ببینیم که توی آهنگش که معنی فارسیش میشه مثلا سرعت، فست، سرعت فلان، همچین چیزایی میشه. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. حالا واقعا گناه جوان بود و خیلی استعداد داره، واقعا خیلی استعداد داره. من داشتم تیکه هایی از موزیکاشو گوش میدادم، واقعا استعداد خوبی داره. امیدوارم که ویدیو خوبی باشه. قبل از هر چیزی یادتون نره چنل ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو بزنید و به دوستاتون ما رو معرفی کنید. خیلی دوستتون داریم. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. خب آره واقعا خیلی دارکه، داریم ریاکشن میریم روی موزیکش و خودش نیستش. بریم آهنگو با هم گوش بدیم. من واقعا زیاد خودم درگیرش نمی‌کنم چون خیلی دردناکه، بالاخره هر چی هم باشه خواننده است. دوستان این پدر ما رو در برده این مملکت ما مملکت نیست. Let's go. یکم ینور 2017. آها این صداهاشون خیلی خیلی لندمسترم همینطوریه. استریت ستارز توپا ورق توزه رپ سکورستا قبول کن. وای چه ترسناکه. ببین این خیلی سخت فهمیدنش که چی میگه. ما همینطوری به زبان تاجیکی مسلط نیستیم تو آهنگای ساده. پس اینو از قبلش بگم که واقعا سعی میکنم تمامش رو بفهمم، ولی خیلی سرعتی میخونه، فست و خفن. کلمه با طور کلمه بدم. ما اصلا نمیفهمم واقعا چی میخوره. آماده است. ما مینوسم قوام بشه و خب بی تو را بی تو مزن سر را مکفونه و بجمون خلق برابری بریدنی برونی بهار بتونه ممونه بهو بگیری برونه برادر را که ببینه بزن نظر بهو. من فقط یه سری کلمات ریزش بزنه و بگیری و فلان و اینا رو میفهمم، ولی خب بخواد کاملش رو بفهمم مثلا متوجه نمیشم. خیلی ولی خوبه، چقدر خوب میچینی کلماتو که کنار هم. این چی میگم سخته واقعا. قدارم هم میکنه مدام رکی نمیدونه قانونی پد سنورا سوکا پد زبورا میکنه که تکی بد سوالا میگیری بشر نبتونه جواب داده تا گفه که میزدی پشت کنی کوبینه دا پشت گفا دا بگو تو اشت. وای عالیه. ببین بعد میدونی چیه، توی یه سری مثلا کلمات روسی هم به کار میبره، مثلا سوکا همچین چیزی. البته خب یوتیوب اینو سانسور کنه امیدوارم. کلا از این کلمات هم استفاده میبره، حالا بهت میگم بعدا. رگرینی میکنی سرم میتونه بخله بکنم کی ندیده بدیده کی ندیده بدیده طرفت میکنی دیوانگی ادو دیوانگیر میبینی چی میشه وضعیت طرفی که ببین یعنی تفنگو گرفته چیش بدنی اوجه دقا بچه پورا پلونه میکنی خطا خونگی پاگا مرا میبینیدم مستوی نبرواری بیت باسی مومیشن بعد شنبه قدیمو شاوبه نشه بخری با توچنا چور طرف بری بیستا جگا بچه باشنا. سخته. میگه که یه جاشو فهمیدم، میگه که منو نمیبینی، من فلان 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 فکر کنم، ولی اون تیکش منظورش این بود که منو ببین یا منو میبینی. من که نفهمیدم. دوشنبه رو توش فهمیدم. یه دوشنبه بود. دوشنبه و عزیزم دوشنبه یک شنبه. بعد یه جام گفت قدیما اینجا شب بود. چی گفت؟ زنه جین نگیری خطونه جی میفورد و گرین نکنه بشینه جیم الدین نادین قدیده میزنه معلدین دومدی که بوده بدیت دزمه بزنه عباردی سر مده پری گبد میمونه تا آخرون نفسه میمونه ده همه فصل دم نفسم نمیگو بده بسه باری کلا دم نفسم اصلا رایمشو خیلی خفنه واقعا. مثلا مهم نیست دیگه، نمیخوام گوش بدم ببینم چی میگه، فقط میخوام با فلو و رایمش برم جلو. خیلی خوبه. فرامده بود و هوا میفرامده بدلی عبودم سلامتی برادر پدرم و دارم با نفسی آزادم. الله من بالاخره یه چیزی فهمیدم. سلامتی پدر مادرم. کدوم میکنه گپچه فرو نفرشو میبینه نگروز که بوده نداره بخیلی اخیبت نداره خیلی کرو بروی که میکنه تو قدم اینو مرد بارشو تره پیدره نمیگیره یگون آدمه که بدونه چیه حیات یو اکا اسکندر سبک شا ایتره سخیر پیسا من خدمتونم بگیرم بکنم فک شا دولاره بقبا نوک شا بدارو نقرتک شا میدونی چی؟ پروستا بره گم شا سلام علیکم پارتو بگید پارتو شا بزا بره گم شا پدا پارت برات همه دا مردم دا سولی نبو وردم ما پیتر دا پلت بام
Hamada Prince اینجا رفت رو فاز روسیه‌ای دا پرسیوری Mara 50 cent Rama medono meka do mitaka mio e mekini katagi Terana me fora bazane fakaki Agene یه منو مقایسه میکنم با 50 سنت یا نه؟ dam tagir Rangi asma Karta kabit basma Pedale gaz ba pesh ba shas beka basma Stupa street stars ma Beka basma 112 Street stars Hamna for records جونم Hamada burpuri peshravi Yeah peshravi morali mebini Boshik fuck پیشروی ما رو میبینی. جونم خیلی موزیکش باحال بود و پر انرژی از بود. 10 چقدر بهش میدی؟ از 10 من بهش بخوای تو رپ تاجیکستان نگاه کنی از 10 بهش 9.9 میدم. چرا همون یه دونه چی میشه؟ چون نفهمیدم چی بود. آفرین. حالا البته من این مقصر خودم بعد بهش 10 بدم پس. من 8 میدم. خب. 2 هم به خاطر اینکه هیچی نفهمیدم. هیچیه که قطعا مشکل توی باید میفهمیدی. بالاخره این به همزبون خودش میفهمن ولی خب شما هم سخت میفهمید. خدایی خیلی خفن بود و اینکه ریسپکت میدم بهش خیلی واقعا. امیدوارم که روح شاد باشه. خیلی استعداد خیلی خوبی بود واقعا. خیلی دردناکه. حیف شد واقعا. تو هر جای دنیا این اتفاق میفته مخصوصا تو کشور تاجیکستان که خیلی من دوستش دارم. و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. واقعا آهنگش خفن بود و حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید تا بیشتر کنار هم باشیم. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.